رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از زید ابن خالد خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کی روزدار را افطار دهد مثل ثواب روزدار ثواب میگیرد، در حالی که از ثواب روزدار چیزی کم کرده نمی شود. افطار دادن روزداران بخصوص به نیازمندان و محتاجان و کمبضاعتان ثواب زیاد دارد. اگر کسی روزدار را افطار دهد به مانند ثواب روزدار اجر می گیرد، در حالی که از ثواب روزدار چیزی کم کرده نمی شود. و در حدیث دیگر آمده است صحابگان پرسیدند یا رسول الله اگر شخص قدرت نداشته باشد برای افطار دادن چی کار کند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند وی می تواند با یک خرمای یا با یک کاسه آب یا با شیر روزدار را افطار بدهد و چون ثواب روزدار ثواب می گیرد. پس خوش به حال آن شخصانی که در نزد مسجدها آب یا دیگر شیرینی ها و میوه ها می گذارند تا روزداران از آنها افطار بکنند و انشاءالله ثوابی که روزداران می گیرند آنها را چنین ثواب می گیرند. رمضان عدت لنا رمضان وبقربه